ببینید این سایت سمت راستی که شما الان گفتید، این سایت فروشگاهی، این سایت معمولی شخصی طوره. خب این خانم زلقت، این حتی اینم سالن آرایشیه، ولی سالن آرایشی خیلی ساده است سایتش. خب این سایت فروشگاهی سخته، معمولا فروشگاهی از شخصی سخت‌تره. این سایت فروشگاهی حتی حرفه‌ای هم باشین معمولا چند هفته طول می‌کشه. چرا؟ چون کلی محصول داره، گرافیک داره، مگه که گرافیکش خودش طراحی کرده باشه، محصولش همه رو آماده کرده باشه، ولی بازم طول ریزه‌کاری زیاد داره، آپشن زیاد داره. معمولا یه سایت رو نباید یه هفته زمان بدید، حتی سایت آسون. حالا بهتون میگم چقدر زمان بدین واسه طراحی سایت، پروژه ها رو چطور اوکی کنین، اینا نکاتشو میگم. چه سایتی رو مرحله وار بندازیم و مرحله به مرحله ارتقاش بدیم؟ چرا میشه؟ خیلی این کارو میکنن. اولش من یه سایت ساده طراحی میکنن، بعد یواش یواش بهش آپشن اضافه میکنن. میشه. شما هم سایتی که مثلا پروژه تو کلاس کار میکنید، ممکنه پروژه‌ای کار میکنید خیلی ساده باشه، امکانات خیلی خاصی نداشته باشه، یه خورده مثلا آپشنایی که من میگم رو طراحی کنید و بذارید روش، ولی بعد دوره یواش یواش روش وقت بذارید. فلان بخشو بهش اضافه کنید، چت آنلاین اضافه کنم، اسلایدر اضافه کنم، عضویت اضافه کنم، دانلود اضافه کنم بهش. هم از نظر گرافیکی هم از نظر آپشن بهش بخش‌های مختلفو اضافه کنید. میشه. آره خیلی اکثر سایت‌ها همین کارو میکنن. یعنی یه سایت اولیه طراحی میکنن در حد معمولی، ممکن حتی سطح پایین، بعد یواش یواش امکان اضافه میکنن. خیلی این کارو میکنن. میشه. خب بریم سرفصل‌های کلاس هم باز کنیم بچه‌ها. سرفصل‌هایی که ما داریم واسه این دوره که می‌خوایم چیکار کنیم، یه دید کلی داشته باشیم و بعدش استارت اصلی. در مورد دورم ببینید ما نمونه کارهای بچه‌ها رو مثلا اینجا گذاشتیم. حالا باز بعضی دوره‌ها چند تا دوره قبل هنوز نذاشتیم. ما همیشه چند تا دوره قبل‌تر رو می‌ذاریم چون خیلی سرمون شلوغه. این دوره‌های جدید رو هنوز نذاشتیم نمونه کاراشون رو. دوره اندروید هم هست برای سی موبایل. خواستم چی بگم واسه همین نظراتش، مثلا ویدیوهایی که میگم منظورم این نیست، ولی این نظرات شرکت کنندگان هم بچه‌هایی که خودشون برای ما ویدیو فرستادن رو میذاریم، یا خودشون فرستادن یا قبلا تو کلاس ما مسابقه میگرفتیم اما خیلی وقت نگرفتیم از بچه‌ها. مثلا این کلاس تو یکی دیگه از دانشگاه‌های دیگه دانشگاه تهران بوده که ما اینو برگزار کردیم. مثلا ویدیو حالا اونجا قبل کرونا بود، اونجا برگزار کردیم که موقع ماسک هم نبود. منم ماسک زدم، واسه شما ماسک هم بردارم. ببین بچه‌ها شما ماسکتون رو بذارید، من برمیام ولی شما بذارید. چرا؟ چون یه خورده کرونا میگن دوباره زیاد شده، پس ماسکاتون رو بذارید بچه‌ها. من برای چی بردارم؟ زودتر بعد برمی داشتم، چون صداتون میکروفون خیلی خوب نمیافته براتون و همیشه هم بچه‌ها میگن بردار که بهتر بیفته، ولی شما ماسکاتون رو بذارید بچه‌ها. توی کلاس ماسک بذارید که چون همتون تقریبا گذاشتین دیگه، چون کرونا یه خورده دوباره بیشتر شده دیگه، وگرنه من که مشکلی ندارم، مثلا شما ماسک نذارید. بعد بچه‌ها دیگه شاکی میشن، میگن آقا ما همه ماسک داشتیم مثلا فلانی ماسک نذاشته. حالا بریم سراغ سرفصل‌ها بچه‌ها. یه نکته دیگه، هر کسی میخواد از کلاس بره بیرون بیاد، اینا که اجازه نمیخواد دیگه، میدونید برید بیایید، اصلا مشکلی نداره. هر جلسه نبودین فیلمش بهتون داده میشه، حضور غیاب هم میشه. و اینکه یه نکته هم بهتون بگم در مورد کلاس. ببینید کسی که این کلاس رو ثبت نام کرده حضوری دیگه نمیتونه مثلا مدلش رو تغییر بده، یا اگه کاری پیش بیاد نمیتونید مثلا بگید که من مثلا چون دوره قبل یه نفر بود مثلا وسط دوره یا آخرای دوره بود که من کاری به من پیش اومده، خب بعد کلاس رو مثلا بهش گفتیم آقا باید فیلماشو دیگه بگیرید، یا نمیشه کاریش کرد، چون ظرفیت به حال محدوده، ما هم خیلی زیاد اوکی نمی‌کنیم توی یک کلاس دیگه، وگرنه مثلا میشد پر کنیم کلاس رو، میشه، مشکلی نداره برای ما. ولی هم بحث ظرفیت، هم اینکه دیگه ما برای این اساس کلاس تشکیل میدیم، بس امکان اینکه تغییر بدین دورتون رو، یا اگه مشکلی داشتین دیگه ولی کلاس رو بیاین، اگه نتونستین بیاین احیانا فیلم کلاس رو میگید پشتیبانی دارید، پشتیبانی که خورده بیشتر میکنیم، اگه کسی مشکل برخورد بیاد بهم بگه. پس این حواستون باشه. این نکته هم هست که مهمه، چون دوره قبلی بنده خدایی بود ما تازه وسطای دوره میگفت اینجوری شده، خب هم گفتیم به هر حال با فیلم کلاسا کار کن. حالا با فیلم کلاسا کار کرد و مشکلی هم نداشت، چون با فیلم هم کار کنید مشکلی بر نمیخورید. اما سرفصل‌ها بچه‌ها، این سرفصل‌ها رو باز کردم اینجاست. ببینید مسیر دورمون، حالا اول طراحی سایت رو میگیم، بعد میریم و معمولا بعدش میریم سئو رو میگیم، بعدش مباحث دیجیتال مارکتینگ، بعد پروژه‌تون رو انجام میدیم، بعدم مدارکتون صادر میشه. به صورت خیلی کلی بخوام بگم، بعدش دیگه میتونید وارد بازار کار بشید یا کسب درآمد کنید یا موارد دیگه. این کلیات مسیر دوره بود که اینجا ما نوشته بودیم. ببین سرفصل‌ها این مزایای دوره بود. ببین اگه بخوام بگم 4 بخش کلی بخوام تقسیم کنم دوره رو: طراحی سایت، سئو،
یا همون حضور در صفحه اول گوگل، طراحی سایت بخش اول، بعد حضور در صفحه اول گوگل. شاید به ترتیب نباشه خیلی از اینا اینجوری که نوشتم. دیجیتال مارکتینگ و بازاریابی شبکه‌های اجتماعی. ببین خود سئو و دیجیتال سئو و بازاریابی شبکه‌های اجتماعی زیر مجموعه دیجیتال مارکتینگ هستن. من جدا نوشتم اینجا صفحه استاشو که چون مهم‌تره، مثلا شبکه‌های اجتماعی. ما توی دوره این 4 تا بحث کلی رو یاد می‌گیریم که البته گفتم یه دو تاشون در اصل زیر مجموعه کی دیگه است، ولی جدا نوشتیمش. تو بخش اول دوره ما میایم عملی وبسایت رو اندازه می‌کنیم بچه‌ها. یعنی چی؟ یعنی باید هاست تهیه کنیم، دامنه تهیه کنیم. بعد این مباحث بهتون میگم چطور تهیه کنید، از کجا و راهکاراش چیه. شما این سایت عملی بالا میارید تو محیط وب. این سایت که شما طراحی می‌کنید تو بخش طراحی سایت دوره میتونه سایت شخصی خودتون باشه، میتونه با توجه به ایده‌تون باشه. مثلا خانم نینا حسنی، سایت فروشگاه جهت شرکت پخش مواد غذایی. شما هستین؟ مثلا میتونید سایتتون رو مثلا طراحی کنید، یا همین قالبی که ما میدیم یا قالب دیگه. این سایت رو شما در طول کلاس‌ها طراحی می‌کنید. حالا شما مثلا ایده‌تون رو نوشتید ولی ممکنه که ایده نداشته باشه. حالا همه نوشتید یه چیزی، کسی نیست که ننوشته باشه، ولی ممکنه که بگید من هیچ ایده‌ای ندارم واسه سایت. هیچ ایده‌ای ندارین، سایت شخصی طراحی می‌کنید. حالا بعدا میگم چی سایت شخصی چیه جلوتر. ولی ببینید به حال سایت طراحی می‌کنید، درسته؟ تو این کلاس‌ها این سایت که طراحی می‌کنید حداقلش 5 تا 10 میلیون، حداقل خیلی سطح پایین باشه قیمتشه. 5 تا 10 میلیون خوب طراحی کنید، 10 20 میلیون 30 میلیون 50 میلیون ممکنه پول اون طراحی سایت شما باشه. حتی اگه برای خودتون باشه برای کسی هم نباشه. به هر حال این مزیت که داره رزومتون رو قوی میکنه. هر جا بخواید برید سر کار اولین سوالی که از شما میپرسن یا مهمترین سوال چیه به نظرتون بچه‌ها؟ مهمترین سوال تو مصاحبه ها چیه؟ سایت داری یا کلی حالا طراحی سایت مثلا توی شرکتی میخواید حالا غیر طراحی سایت. آره نمونه کاراتون میگه بده دیگه. مگه که تجربه داشته باشی. بیا من 5 سال تجربه دارم. خب اون موقع تجربه‌تو نگاه میکنه. ولی بازم تجربه داشته باشی، بگی من 5 سال کار کردم، باز نمونه کار نداشته باشی، استخدام نمیشی. من خودم وقتی از کسی مصاحبه میگیرم، خودم که این ملاک عملی میدونم کسای دیگه که مصاحبه میگیرن میخوان کسی رو استخدام کنن، نه به اون صورت دانشگاه واسهشون مهمه، حتی خارج از کشور درس خونده باشی، نه اینکه مثلا بگی من استعدادم فلانه، نه اینکه اصلا هیچی نه مدرک اصلا به اون صورت مهم. بگی من این دوره رو گذروندم، من 20 تا دوره طراحی سایت گذروندم، یه دونه سایت طراحی نکرده باشی فایده نداره. 20 تا دوره رو بعد بریزی دور. حتما باید یک دونه حداقل یه دونه نمونه کار داشته باشین. یکی حداقلشه، چند تا باشه بهتره، ولی اگه یه دونه قوی باشه خیلی عالیه. یک سایت قوی طراحی کنید با کیفیت خوب، گرافیک جذاب، با آپشن های مناسب. بگین آقا این سایت منه، ببین. بعدا اینجوری سایتتون هم نباید اینجوری باشه بگین سایتم تو کامپیوترم، بذار دست کامپیوترمو باز کنم، طرف میگه خب باشه کامپیوترت نگه دار بعداً چک میکنه. اونجوری فایده نداره، چون بعضی این کارو میکنن میگن من سایت طراحی کردم همه تو کامپیوترمه. خب به درد نمیخوره که تو کامپیوتر کی میاد چک کنه؟ اون رزومه رو نگاه میکنه، شما لینک سایتتو گذاشتی و وقتی میفرستی جای رزومه، اون کسی که حالا اگه قبلا رزومه فرستاده باشید میدونید دیگه. حالا من خیلی زیاد شده که رزومه بررسی میکنم، مثلا رزومه رو باز میکنم، اولین چیزی که نگاه میکنم نمونه کار داره یا نداره. نداشت خداحافظ تق میبندم. مثلا نگاه نمیکنم کدوم دانشگاه رفته، چیکار کرده، باهوشه نیست، مهم نیست اصلا. بعد نمونه کار داشته باشه دیگه. مگه اینکه یه تخصصی باشه که نمونه کار محور نیست. ممکنه خیلی تخصصا اینجوری باشه، ولی تخصصایی که ما بهتون آموزش میدیم هست. چه اینستاگرام، چه تولید محتوا، چه سئو، چه طراحی سایت، اینا باید نمونه کار باید که داشته باشید، خیلی بهتره. باید یه جورایی تقریبا. پس شما تو این کلاس‌ها یه وبسایت طراحی می‌کنید، حداقل چند میلیون تومان پولشه. اگه برای کسی طراحی می‌کنید که واقعا می‌تونید راحت 10 میلیون 20 میلیون بگیرید. الان کسایی که از قبل سایت داشتن، می‌دونم مثال بزنم براتون بچه‌ها. کی بود شما اصلا سایت داشتید؟ سایتتون چقدر این طراحی کرد؟ 12 سال پیش زمان دیگه کی امنجان میشه، روحانی میشه، کی میشه؟ خیلی قد چقدر دادین شما؟ اون زمان یادم میاد 200 میلیون منظورتونه؟ کد نویسی کردن سایتتون رو؟ حالا دوستمون سایتشون رو کد نویسی کردن، میگن الان قیمتش 200 میلیون میشه. سایت اینجوری هم هست. حالا سایتتون رو ببینیم حالا که گفتین اینجوریه. ممکنه سایت باز کسی دیگه هست براش پول داده باشه، سایت طراحی کرده باشن براش بچه‌ها تو کلاس. فقط شما بودین، کسی دیگه نیست. حالا یه مورد داشتیم مثلا دوره‌های قبل بچه‌ها بودن مثلا داده بودن 20 میلیون 30 میلیون 50 میلیون 10 میلیون 5 میلیون. اگه چند سال قبل بوده 5 میلیون، هر چی فکر می‌کنم امسال مثلا 5 میلیون خیلی چیزه. من که طرف تازه کار باشه بگم من 5 میلیون میگیرم. یه سایت که بس طراحی می‌کنین حداقل چند 10 میلیون میتونه ارزش داشته باشه. حالا ما می‌خوایم تو بحث طراحی سایت چی رو آموزش بدیم بچه‌ها؟ ببینید کلی دارم میگم، نمیخوام خیلی بازش کنم، تو خود جلسه‌اش باز می‌کنم.
ما اول یک دامنه و یک هاست تهیه می‌کنیم. هاست اون فضایی که اطلاعات سایت رو می‌ریزیم، دامنه آدرس اینترنتی سایتتونه. بعد این تایم اینا رو باز می‌کنم براتون چی هست. عملی یه قالب وردپرس بهتون میدم، روش نصب می‌کنید، یه سایت بالا میاد. یه سایت این شبیه این بچه‌ها، اون قالبی که بهتون میدم شبیه اینه. این قالب اسمش زفایر، امکانات خیلی خوبی داره براتون. این رو ارسال خواهم کرد. آخرین نسخه‌شو یه قالب پولی تقریبا 200 تومان پولشه. همین یه دونه فایل نزدیک 300 تومانی فکر کنم باشه قیمتش. ولی خب کلی از این فایل‌ها بهتون میدم بچه‌ها حرفه‌ای. این سایت میتونه واسه شخصی استفاده بشه، واسه فروشگاهی هم میتونه استفاده بشه این قالب. حالا بخش‌های مختلف داره، بعدا میتونیم چکش کنیم، بخشاشو ببینیم. پس شما یک سایت شبیه این طراحی می‌کنید و با قالبی که ما میگیم و میدیم. بعد روش امکانات مختلف رو یاد میگیرین که پیاده سازی کنید رو سایت وردپرسیتون. این که مثلا بهش فرض کن بخش ثبت نام اضافه کنید، دانلود اضافه کنید، چند زبانه کنید سایتتون رو. چه قابلیت یه سایت داره؟ ثبت نام، مثلا دانلود، پرداخت، درگاه پرداخت و امکانات خیلی زیادی دیگه، چت داشته باشه. دیگه هر سایتی کلی امکانات داره، همه رو میتونید روش پیاده سازی کنید. بعد روش پیاده سازی میکنید. آره، البته کامل که معنی نداره. ما یه سری آپشن‌های اساسی رو میگیم، چون واسه سایت ممکنه 1000 تا آپشن باشه. ما مثلا 20 تا 30 تا از چیزا خیلی مهم و اساسی رو میگیم که خیلی گسترده است که زیر مجموعه دارن. ولی اگه هر چیزی داشته تو ذهنتون باشه میتونید از من بپرسید و تو کلاس‌ها میتونم آموزش میدم که اصلا نپرسین. یعنی کارتون به جای نرسه که بخواید بپرسین بچه‌ها. یعنی یه جوری یاد بگیرین که نپرسین. اگه هم نیاز شد که بپرسین. خب توی سایت میشه هر امکانی بهش اضافه کرد. سایت وردپرس اینا رو بهتون میگم. چون هنوز من وردپرس رو نگفتم، برای خیلیاتون گنگه. فقط میخوام سرفصل رو خورده باز کنم. پس این بحث اول کلاسمونه. سایت طراحی میکنیم، چند هفته هم طول میکشه بچه‌ها. این قضیه عملی هم انجام میدین، همتون هم انجام میدید. یا انجام میدید یا باید انجام بدید بچه‌ها. دیگه نداریم و نمیشه و اینا نداریم بچه‌ها. باید انجام بدید چون واقعا به درتون میخوره. بعدا متوجه میشید. حالا شاید یکی بگه من دانشجوام، وقت ندارم، فقط تابستون الان دیگه. حالا به حال یکی بگه من مشکل دارم فلانه، بعد انجام بدیش. مباحث سرفصل ریزشو باز نمیکنم چون بگم همشو گیج میشین. میگم امنیت سایت، بگم فلان، متوجه نمیشید. امنیت سایت رو کار میکنیم. سایت مثلا خبری میگیم چه نکاتی ممکنه داشته باشه. سایت فروشگاهی، درگاه پرداخت چی هست، مثلا چطور به سایت امکانات اضافی کنیم، چطور بکاپ بگیریم، چند زبانش کنیم، گرافیک سایت رو چطور انجام بدیم، چطور اسلایدر درست کنیم رو سایت. ببینم یعنی اسلایدر بچه‌ها، این اسلایدر ندادم. خانه فناوری ببین اسلایدر اون عکسی که بالای سایته، اون تصاویری که حالا بالای سایت هم میتونه لایه‌ای باشه و گرافیک‌های متفاوت داشته باشه. ببین میگن اسلایدر. چطور اصلا این سفر رو طراحی کنیم؟ یه سفر با درگ اند دراپ توی وردپرس میشه طراحی کرد بچه‌ها. خیلی نکته جذابیه. یعنی شما میتونید با کندن و گذاشتن، ترجمهش فکر کنم میشه چیدن و گذاشتن، یعنی چیز ترجمه کردن. درگ اند دراپ میگن، همون رو بگیم راحت تره. شما میتونید یه المانی رو بکنی، بذاری اینجا، بزرگش کنی، تنظیمش کنی، چیده بشه، ست بشه، یه سفر رو طراحی کنی، یه عکس رو بزرگ کنی، کوچیک کنی. تو وردپرس اینجوریه بچه‌ها. سایت که کدنویسیه این داستانا نداره که فرقش هم بهتون میگم وردپرس با کدنویسی چیه. سایت ها رو تحلیل کنی و کلی آپشن به سایت اضافه کنی و هر مدل سایت رو دیگه بعد این دوره میتونی طراحی کنی بچه‌ها. این بحث اول دوره است. ما افزونه‌ای که واسه صفحه ساز بهتون آموزش میدیم اسمش ویژوال کامپوزر. المنتور هم صفحه ساز خیلی قوی دیگه است، شبیه همن. فرق یکشون رو یاد بگیریم کافی. من خودم اولین دفعه‌ای که المنتور استفاده کردم اصلا آموزشی ندیدم، چون ویژوال کامپوزر رو بلد بودم، اون نصبش کردم روی سایت استفاده کردم. این سوال دوستمون خود تخصصی بود. اگه متوجه نشدین چی گفتم مهم نیست، چون سوال خورده جلو پرسیدم، تخصصی بود. وردپرس بلدین شما؟ آره بلدین. آره جان اونو بعدا میگم بچه‌ها. الان بچه‌ها الان اکثرا نمیدونن المنتور چیه، ویژوال کامپوزر چیه، الان گیج میشن. بذارید تو مبحثش میرسیم. ویژوال کامپوزر رو نصب می‌کنیم. جفتشون خوبن. المنتور یه خورده معروف‌تره ولی جفتشون خیلی خوبن، قوی، هر جفتشون عالیه. ولی اجازه بدین توضیح ندم دیگه، چون بچه‌های دیگه که نمیدونن چیه گیج میشن. فقط همینقدر بگم که این المنتور ویژوال کامپوزر که الان گفتید یک صفحه سازه، باهاش میتونید با درگ اند دراپ همین چیزی که گفتم، با درگ اند دراپ صفحه رو طراحی کنید. مثلا فرض کن میخوای اینجا، مثلا فرض کن تو صفحه میخوای یه عکس بذاری، میکنی میذاری روش، همینجا بزرگ کوچیکش میکنی. مثلا به همین سادگیه. یه سری تنظیمات ممکن داشته باشه. میخوای این باکس‌ها اینجوری آکاردئون، ببینم میگن آکاردئونی بچه‌ها.
میخوای اینا رو درست کنی، یک المان آکاردئون تق میکنی میندازی اینجا، روش مینویسی، متنشون درست میشه. یک تنظیمات رنگ میدی بهش، رنگش درست میشه. اینجوری خیلی کار کردن باش ساده است. میخوای ویدیو بذاری، میخوای مثلا تو صفحه یک سایتت فلان دکمه بذاری، همش با درگ اند دراپ میکنی میذاری و تنظیمش میکنی. از قبل تعریف شده بود، فقط حالا اون فایلی که میخوایم یا اون متنی که میخوایم از قبل ممکن تعریف شده باشه، خودمونم میسازیم، میتونیم از صفر هم بسازیم. خب این شد. ببین بچه‌ها کلیات بحث طراحی سایت چرا بازش نمی‌کنم؟ چون گیج میشید دیگه. بعد توی مبحث خودش بگم، فقط میخوام یه بار دیده باشید چی به چیه. بعدش میریم سراغ مبحث سئو. ممکنه سئو رو آخر دوره بگیم یا ممکنه بعد طراحی سایت بگیم. حالا بستگی داره. بعضی دوره آخر دوره میگیم، بعضی هم دقیقاً بعد طراحی سایت میگیم. شما سایتی رو طراحی کردید بچه‌ها. میخواید این سایت شما بازدیدکننده داشته باشه. مهمترین ابزار شما چیه؟ سئو یا همون گوگل. درسته؟ توی گوگل باید بالا بیاد که باید سئو کنیم سایتو. کاری کنیم که سایت ما توی گوگل واسه اون کلمات که می‌خوایم بالا بیاد. وقتی کسی سرچ میکنه مثلا خرید لپتاپ، خرید کفش، خدمات پرستاری، سایت شما بالا بیاد. درسته؟ وگرنه خب سایت شما بازدیدکننده چندانی نخواهد داشت مگه اینکه تبلیغات کرده باشه. پس یکی از ابزارهای مهم سئو است. جناب گوگل اد میشه. شما واسه کلمه بالا هستین توی صفحه اول گوگل؟ شما واسه هیچ کلمه بالا هستید سایتتون؟ خدمات اسمتون چیه؟ سلامت. الان هست اینجا؟ خراب کردم. خب حالا واسه خدمات پرستاری نیست. حالا صفحه یک ببینید این سایت هایی که میبینید بچه‌ها سئو کردن واسه مثلا اینا رقیبای شما دیگه. درسته؟ کار کردن، تولید محتوا کردن، سئو کردن، سایتشون اومده صفحه اول گوگل. مطمئن باشید این شرکت ها الان کلی درآمد دارن. میدونید شما دیگه، شما که تو کار هستید میدونید. ولی خب اگه نمیدونید بدونید بچه‌ها واسه کلمه کلیدی بیاد صفحه اول گوگل خیلی پول به دست خواهید آورد بچه‌ها. خیلی درآمد خیلی عالی خواهید داشت. به شرط این کلمه پرسش باشه، مفید باشه، پولساز باشه، نه کلمه الکی بی ربط. که حالا بهتون میگم به این کار میگن سئو. کاری کنید سایت بیاد صفحه اول گوگل. کلی نکته پشتشه، خیلی داستان پشتشه بچه‌ها. در نگاه اول شاید خیلی ساده باشه، ببین خب کاری نداره، دو تا حرکت میزنم میام، ولی میبینید که نه، چندین ماه یا چندین سال بعد زحمت بکشید، کلی پول خرج کنید، داستان داره پشتش. خلاصه سئو رو بعد طراحی سایت میگیم. یه سایت شما داری، رو سایتت میتونی تمرین سئو کنی. سئو خودش سه بخش داره: سئو داخلی، سئو تکنیکال، سئو داخلی، سئو خارجی. سئو تکنیکال یعنی سئو فنی، یعنی که از نظر فنی سایتت رو بهینه سازی کنی. فنی تکنیکال مشکلاتشو برطرف کنی، سرعتشو ببری بالا. سئو داخلی یعنی که داخل وبسایتت فعالیت کنی، تولید محتوا کنی و اینجور کارا داخل وبسایت. سئو خارجی یعنی خارج وبسایتت کار کنی که سایتت باعث بشه بیاد صفحه اول گوگل. همه این کارا رو میکنی که سایتت بیاد صفحه اول گوگل بچه‌ها. خارج وبسایت یعنی که مثلا بیا از سایت‌های دیگه لینک بگیری، به شما لینک بدن، یا تو شبکه‌های اجتماعی فعالیت کنی یا چنین کارهایی که اینا رو حالا خیلی خیلی چکیده بهتون گفتم که فقط بدونید چیه سئو. به گوشتون خورده باشه که بعدا میریم جلو بهتر بفهمید. بعدش میریم بخش بعدی دورمون دیجیتال مارکتینگ و بازاریابی شبکه‌های اجتماعی. شما به جز سئو روش‌های دیگه هم واسه رشد کسب و کار دارید بچه‌ها. یعنی چی؟ یعنی اینکه فقط اینجوری نیست که تو گوگل بالا اومدین نیومدین دیگه تمومه. خیلی از سایت‌ها تو صفحه اول گوگل واسه خیلی از کلمات نیستن. مثلا شما حالا بعد چک کنید، ولی مثلا احتمال داره اسنپ واسه خیلی از کلمات نباشه. ممکنه نباشه، چک کنید. حالا من همینجوری به ذهنم رسید. مثلا تاکسی اینترنتی ممکنه اسنپ نیاد، ممکنه است بیاد، نمیدونم. خیلی از این سایت‌ها پس سئو نکردن، ولی سئو خیلی مهمه بچه‌ها. ولی میگم خیلیشون سئو نکردن. چیکار کردن؟ با ابزارهای دیگه. حالا اسنپ اول بود، اپ دوم. حالا ممکن بود یکی از برندهای معروف رو سرچ کنید، اسم کسب و کارشون یا حوزه فعالیتشون نباشه صفحه یک گوگل حتی. الان تو ذهنم نیست ولی هستن. اینا چطور واسه فروش میکنن بچه‌ها؟ چطور درآمد دارن؟ با از ابزارهای دیگه دیجیتال مارکتینگ استفاده کردن. مثلا برندسازی کردن، تو اینستاگرام رشد کردن. مثلا ممکنه یک کسب و کاری، یه سایتی فقط تو یک کسب و کار تو اینستاگرام خیلی رشد کرده، مثلا 3 میلیون فالوور داره، ولی سایتش هیچ کی زیاد نمیشناسه. سایت هم داره، اون بدون سایت اتفاقا همونم رشد نمیکنه، فروشش رو داره تو سایتش انجام میده، ولی رشد اصلی تو اینستاگرام کرده. یا اومده مثلا برند کرده خودشو، یا مثلا فرض کنید با ایمیل، با اس ام اس، با ابزارهای دیگه فروش داشته.
پس ممکن است شبکه‌های اجتماعی استفاده کرده باشه، ممکن از جای دیگه که اینا ابزارهای دیجیتال مارکتینگ هستند. مثلا ایمیل مارکتینگ با استفاده از ایمیل یک کسب و کار رشد داره، فروش داره، با اس ام اس، با اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی و ابزارهای دیگه هم البته داریم. حتی اپلیکیشن، ممکنه یه سایتی یک کسب و کاری اپلیکیشنش خیلی قوی باشه که ما اینا رو هم باز می‌کنیم بچه‌ها. ابزارهای اصلی دیجیتال مارکتینگ رو بهتون میگیم در یه سری از مباحث دوره. اما یکی از مهمترین مباحث دیجیتال مارکتینگ بچه‌ها چیه؟ شبکه‌های اجتماعی. خیلی مهمه. یعنی هر کسب و کاری که اصلا فعاله باید شبکه اجتماعی داشته باشه و شبکه اجتماعی حرفه‌ای داشته باشه. اینکه بگی من پیج اینستاگرام دارم، مثلا توش هر ماه یه پست میذارم یا کلا 100 تا فالوور بیشتر ندارم، یعنی که انگار که ندارید دیگه. خب فایده نداره با 100 تا فالوور میخوای چیکار کنیم؟ حالا درسته تعداد فالوور خیلی مهم نیست، کیفیتش مهمه، ولی که واقعا 100 تا دیگه، حالا شما هر چقدر با کیفیت باشه 100 تاست دیگه، به درد نمیخوره دیگه. مثلا میتونی بگی من 5000 تا فالوور دارم، خیلی با کیفیت، از همون 5000 تا فروش دارم، از همون 10000 تا فروش خوب دارم، میشه اینجوری میشه، ولی دیگه مثلا 100 تا 200 تا یا ماهی یه پست گذاشتم فایده نداره. پس شبکه‌های اجتماعی مخصوصا اینستاگرام یکی از مهمترین ابزارهای ما واسه رشد یک بیزینسه. خیلی از شرکت‌ها نیاز دارن متخصص اینستاگرام، بهش میگن متخصص بازاریابی شبکه‌های اجتماعی یا بهش میگن اینستاگرام مارکتر. دقیقش رو بخوام بگیم اینستاگرام مارکتر. شما توی گوگل سرچ کنید، این اینستاگرام هم براتون باز کردم، ببین مثلا متخصص اینستاگرام هم بزنم اینستاگرام مارکتر یا استخدام متخصص اینستاگرام، متخصص اینستاگرام. بعد یک جالبی هم اگه شما متخصص اینستاگرام بشید توی شرکتی کار کنید، کارمندا دیگه خیلی بهتون حسودی میکنن. من دیدم بچه‌ها. چرا؟ چون اکثر اوقات تبلیغ چیز دستتون میگید همش تو اینستاگرام میاد، میگن آقا این چه جور کار کردین، همش تو اینستاگرامه، میچرخه. واقعا کارتون ولی همینه. چون من دیدم میگم. ببینید مثلا تو سایت جاب ویژن یا سایت جاب اینجا کلی موقعیت شغلی هست واسه متخصص اینستاگرام. حالا متخصص اینستاگرام کیه؟ کسی که بعد تولید محتوا کنه، پست بذاره، تبلیغات اینستاگرام، همه نکته داره. بعضی فکر می‌کنن همینجوری خودآموز بلدن چون یه پیج اینستاگرام دارن، هر از گاهی یه پست و استوری میذارن. نه، اصلا ربط داره، ولی باید آموزش رو دیده باشید بچه‌ها. یعنی باید حتما آموزش دیده باشید و کار کرده باشین. نوشتیم آگهی، مثلا یه موقعیت شغلی نوشتین آگهی منقضی شده. مثلا ببین من برم تو سایت جاب اینجا، میتونم اینجا سرچ کنم متخصص اینستاگرام یا اینستاگرام خالی. این کلی موقعیت شغلی میاد بچه‌ها. این اینستاگرام. حالا خود متخصص اینستاگرام بچه‌ها خود 3-4 تا شاخه داره. شاید تعجب کنید. یا 3-4 خود این 3-4 تا شاخه داره. یعنی واقعا شاخه‌هاش هم مهمه. کلیشو ممکنه بگن ادمین اینستاگرام یا بگن متخصص، آمیانش ادمینه بچه‌ها. اینا که میزنن ادمین خیلی آمیانه میگن. ادمین اینستاگرام میخوایم. با کلاسش اینستاگرام مارکتره بچه‌ها. این قیمت حقوقش کدوم؟ مثلا این زده 10 میلیون تومان، گفته از 10 میلیون تومان ادمین خانم اینستاگرام از 10 میلیون تومان مثلا حقوق میدیم. این نوشته از 6.5 دیگه میدن دیگه. حالا 5 تومان، 10 تومان، 4 تومان، به هر حال حقوقاش این هست، کم هم نیست. اینجوری فکر کنید مثلا 1-2 میلیون میدن. 5.5. یکی از شاخه‌های دیجیتال مارکتینگ بازاریابی شبکه‌های اجتماعی. یکی از شبکه‌های اجتماعی مهم اینستاگرامه که شما میتونید بشید متخصص اینستاگرام با همین دوره. و خود اینستاگرام حتی 4 تا شاخه داره. یعنی شما میتونید بگید که من میخوام بشم متخصص تبلیغات اینستاگرام. هست، دقیقاً هست. ما جدیداً اتفاقاً یه آگهی استخدام زده بودیم، فقط متخصص تبلیغات اینستاگرام می‌خواستیم، مثلا ادمین نمی‌خواستیم. فقط کسی که تخصصی تبلیغات بلده، چون خودش کلی نکته داره و تجربه داشته باشه نفر. تو این حوزه آموزش خالی کافی نیست. ادمین اینستاگرام و تبلیغات. یا ممکن شما بشه ادمین تولید محتوا، پست درست می‌کنین، یا ادمین پاسخگویی. آسان‌ترین مدل ادمینیه. ادمین پیام‌ها جواب می‌دید، کارهای معمولی انجام میدین، حقوقش هم پایینه. ادمین تبلیغات بالاتر حقوقش، ادمین تولید محتوا بالاست نسبتاً، یعنی ولی مثلا ادمین پاسخگویی کارش آسونه. ولی کلی بخواید ادمین بگید میشه ادمین اینستاگرام مارکتینگ. ببین پس این شاخه خودش ببین چند تا شاخه داره و کلی فرصت شغلی هست. یعنی 1-2 تا نیست، یعنی در طول روز چند ده تا داره توی سایت توی ایران آگهی منتشر میشه. در مورد تبلیغات هم نکات میگیم. بایدی نیست، نه ممکنه بلد نباشه. ادمین تبلیغات اگه فقط تبلیغات بخواد انجام بده، سناریو تبلیغات رو می‌نویسه
رو تبلیغات نظارت داره، پیجای مناسب رو پیدا میکنه و منتشر میکنه تو پیجای دیگه. چون درست دو تا تخصص متفاوتن ولی شرکتایی که بزرگترن تیمی کار میکنن، ولی اونایی کوچیکن میگن نه من این نفر میخوام فقط واسه اینستا. اون دیگه خیلی کوچیک‌تر میگه نه من یکی میخوام سایتمو کار کنم، پیجمو همه کارمو بکنه. بستگی داره دیگه، اگه هر چقدر ریسک‌تر بشه بهتره. یعنی یه نفر داشته باشید فقط واسه تبلیغاتی که واسه تولید محتوا، که واسه مدیریت پیج، که واسه پاسخگویی به کامنت ها و دایرکت ها، چون زیاد میشه اگه حرفه‌ای کار کنی. یعنی مثلا طوری میشه ما الان همین چند روز اخیر یه سری تبلیغات داشتیم و یه سری پیام‌ها ارسال کردیم، دیگه حجم دایرکت ها اینقدر زیاد شد نیرو جدید گرفتیم، ولی بازم سخته. الان اون نیرو جدید هنوز نمیتونه جواب بده، اینقدر زیاد شده. پس اینجوری میشه، ممکنه که به این حد هم برسید. این از این. پس بچه‌ها ببینید خود اینستاگرام یکی از ابزارهای مهمه واسه رشد کسب و کارتون. یه پیج تخصصی میتونید بزنید، توش رشد کنید و یک بیزینسی رو ارتقا بدید و میتونید درآمدتون از سایت حتی رد کنه. ولی یه نکته خیلی مهم اشتباه نکنید، به اینستاگرام خالی نچسبید. خیلی که یه خورده آشنا میشن با این حوزه دیجیتال مارکتینگ میگن من این پیجو بزنم و تمام دیگه، اصلا وبسایت نزنم یا سئو نکنم. اشتباهش در چی؟ اشتباه این ایده خیلی این کارو میکنن، جواب میگیرن، ولی اشتباهش یکیش اینه که شما برای اینکه پیجت فروش کنه سایت نداشته باشه فروشت خیلی میاد پایین. مثلا اگه اینستاگرام جمع بشه، یکی همینه که اینستاگرام اصلا جمع نشه. اصلا من صدها پیج تو ایران دیدم که چند صد میلیون یا میلیارد خرج کرده، واقعا میلیاردی خرج میکنن. اکثر پیجا که میبینید فالوورش بالاست، کلی پول خرج کرده، یهویی اینستاگرام چیکار؟ خود اینستاگرام پیجشو میبنده. این مثلا یه سری پست‌ها میذاره که اینستاگرام اوکی نیست یا ریپورتش میکنه یا هزار تا مشکل میبنده، چی میشه؟ تموم شد. اگه سایت هم نداشته باشه دیگه کلا دیگه صفر میشه. و یه مشکل اینه، یا اینکه همون اگه اینستاگرامو بیان فیلتر کنن، اگه طرح صیانتو پیاده کنن که همش هر روزم میبینید دیگه. روز اول که اومده بود خیلی من پستاشو میذاشتم تو پیجم، میومدم مسخره میکردم، نه بابا جو گرفتی فلان. یه خیلی اصلا منم خورد میکردن اینجوری افراد، احساس میکردن خیلی چیزا میدونن. نه اینجوری هم نیست. الان هر روز که داریم میریم جلوتر میبینیم که نه اینجوری هم هست. اتفاقا دارن هر روز داره خبرش رو در میادی، آقا اینا دارن مخفیانه این کارو میکنن. ساعت اینترنت کند شده، میگن به خاطر همین قضایاست. هر روزم داستانش بیشتر میشه، هر آنم امکان داره که دچار داستان بشه. ولی اگه شما اینستاگرام یاد بگیرید، فقط نمیخوام بگم خوب این بسته بشه، ولی خوبیش اینه که شما اگه واقعا حرفی یاد بگیرید، خب به هر حال ملت میان سراغ شبکه اجتماعی دیگه، شما دانش رو دارید رو اون پیاده میکنید. اینجوری نیست که بیکار بشید. ولی مثلا اینجاست که اون کسایی که تو اینستاگرام کلی زحمت کشیدن، اونا نابود میشن دیگه. نابود میشن یا صدمه شدید میبینن، چون میلیاردی و میلیونی خرج کردن اکثر کسب و کارها واسه اینستاگرامشون. اینجوری نگاه نکنید مثلا این طرف مثلا 300,000 تا فالوور داره، اومده 4 تا پست گذاشته جمع شد. نه، مطمئن باشید 300,000 تا فالوور بالای اون خیالتون راحت میشه، معمولا بالای 1 میلیارد خرج کرده. مگه اینکه موارد خاص باشه، تولید محتوای خیلی باحالی داشته باشه، موارد خاص هم هست، ولی اکثرا چند صد میلیون و میلیارد خرج کردن. جانم بفرمایید. سوال داشتید؟ نه. اوکی شد. پس این هم یکی از نکات خیلی مهم بچه‌ها توی کلاسامون. ما اینستاگرامو بهتون میگیم، شبکه‌های اجتماعی دیگه رو دیگه زیاد واردش نمیشیم، باز نمی‌کنیم. مثلا شما اینستاگرام یاد بگیرید، کلیات فیسبوک هم همینه بچه‌ها. نکاتشو یاد بگیرید، چطور تولید محتوا کنید، چطور تبلیغات کنید، چطور پست بزنید. خب فیسبوک هم همون، فقط پلتفرمش فرق داره. این نکات ریزی باش متفاوته. یک شبکه اجتماعی یاد بگیرید کافیه. یوتیوب کلا یه خورده مدلش از اون نظر که ویدیو محوره، وگرنه باز خیلی از اصول شبیه همینه. و اینکه چون تو ایران فیلتره، بعد بخوای کسب درآمد کنی و درآمدش داستان داره، خورده پول بعد بگیری از یوتیوب داستان داره. اون خورده متفاوت تره، ولی خب باز کلیاتش یه درصد زیادی شبیه اینه اصولش. پس اینم شد که از ابزارهای مهم ما که بهتون آموزش میدیم. در بخش پایانی دوره هم بچه‌ها ما میایم روش‌های کسب درآمد دلاری رو آموزش میدیم. اینکه چطور از سایت‌های خارجی پروژه بگیرید، چطور یه پیجی رو طراحی کنید، راه‌اندازی کنید، از داخل ایران فعالیت کنید، چه ابزارهایی نیازه که نشون بدید که ایرانی نیستید. جمله‌بندیش درست نشون بدید ایرانی نیستید. نه، نشون بدید که ساکن ایران نیستید. یه خورده سخت جمله‌بندیش. چون ایرانی که هستید، خب نشون بدید که ساکن ایران نیستید، چون بعد اینو باید نشون بدید برای دوزارم تحریما. ایرانی بودن اوکیه. خلاصه یه سری نکات اینجوری و کسب درآمدی هم بهتون میگیم پایان دوره. این شد کلیات دوره بچه‌ها. این خلاصه دوره‌مون بود که بهتون گفتیم و حالا میریم سراغ اصل دوره. اگه سوالی ندارید. نیست سوالی؟ بفرمایید. روش‌های درآمد از اینستاگرام بعد از تبلیغات؟ نه، از اینستاگرام ما میتونیم از روش‌های مختلفی درآمد کسب کنیم بچه‌ها. یکیش تبلیغاته. میتونید شما محصول بفروشید. کفش، لباس، روسری. دیدین چقدر زیاده دیگه. پره. عطاری. من چند روز پیش پیج عطاری دیدم، ظرف 2 روز 75,000 تا فالوور واقعی جذب کرد با تبلیغات.
میتونی خدمات ارائه کنی، دندون پزشکی، آموزش، مشاوره. اصلا میتونی کلا مشاوره بدی. آیا مشاوره مثلا کسب و کار میدم، مشاوره طراحی سایت میدم. پس میتونه خدمات باشه، میتونه فروش محصول باشه، میتونه تبلیغات باشه، میتونه حتی برندسازی باشه. بچه‌ها شما میگید من مثلا فرض کنید خواننده میشه که منو نمیشناسه، میخوام تو اینستاگرام رشد کنم منو بشناسن که آهنگام فروش بره، یا مثلا بعدا معروف بشم کنسرت بذارم حالا بعدا به هر طریقی شما معروف بشی، مثلا فرض کن 1 میلیون فالوور داشته باشی، خب دیگه میتونی کنسرت بذاری مثلا اگه خواننده باشی دیگه، درسته؟ دیگه هر کنسرتی میدونید چقدر سود داره دیگه. میتونید مثلا مثال زدم ما این مثلا برندسازیشه. پس فقط تبلیغات از اینستاگرام نیست، تبلیغات آسان ترین روشی که به ذهن همه میرسه واسه درآمد از اینستاگرام. روش دیگه که گفتم خیلی درآمدش بیشتر از تبلیغات بچه‌ها، خیلی بیشتره. جان بلاگر یاد می‌گیریم که چطوری حالا یه پیجو که راه انداختیم چطوری بالا بریم، فالوورش بالا بره. ما نکات اصلی رشد در اینستاگرام رو میگیم، تولید محتوا و تبلیغات اصلش ایناست. خب اینا رو میگیم، ولی مثلا اینجوریه که اینقدر واردش بشیم بگیم باید بلاگری حالا چطوریه، مثلا وگرنه سه نکات ریز ممکن تو بلاگری باشه، ممکن سه نکات ریز پیج دیده بشه. حالا نه فقط برای اینکه پیج دیده بشه اصول اینستاگرام اینه بچه‌ها، همین دو تا اصل اساسی، تبلیغات، تولید محتوا. حتی تبلیغات مهم‌تره ولی اصول داره، یعنی به همین سادگی که میگم نیست. این دو تا اصل اساسیشو و حالا راه‌اندازی پیج رو بهتون میگم دیگه. نکات ریز دیگه ممکنه باشه که الان خیلی دیگه وارد اون نکات ریزش نمیشیم. اصلیا بیس. آره تولید محتوا بهتون میگیم که مثلا با اینشات چطور پست درست کنین، کنوا رو بهتون میگیم، با فتوشاپ هم در حدی میگیم بهتون، چند تا اپلیکیشن رو بهتون آموزش میدیم، فتوشاپ هم در حد میگیم که بنر طراحی کنید در حد مقدماتی.